الحمید. روان شدند. در مسیر را منافقین 300 نفر پس آمدند. 700 نفر بودند. 2 اسب داشتند در کل اسبا. خو لیکن نقشه جنگ پیغمبر طوری کرد کوی احد در پشت سر خود کرد. از جانب دشمن از طرف پشت خود کدام آل فعلا اون کسی که در مدینه رفته جبل الرمات که آل تپی تقریبا مردم که بالا شده خیلی زیاد پخش شده تقریبا. یعنی دونمو بگوندی پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه را با 50 تن از صحابه کرام موظف ساخت که شما فقط ترصد میکنه و حراست از پشت سر ما میکنه. اگر ما شکست خوردیم، اگر ما غالب شدیم، شما در امور ما غرضدار نیستی. تا آخرین نقطه جنگ اینمی جره حفاظت بکنه. از همون خاطر وقتی که جنگ شروع شد بسیار جوش و خروش جنگ از وا بود. چرا؟ مردمای آمده بودن که هر کدام یکی از اقارب خود از دست داده بود، برای جوش انتقام آمده بود. از همون خاطر اینطور به سختی جنگ شروع کرده بود که پرسان نکن. و امی زنایشان برشان میگفت که اگر شما جنگ و مبارزه قوی نکرده دیگه در بستر قطما خواب کرده نمیتونی. همینطور چیسته ننگام برشان میداد و گپی طعن‌آمیزام برشان میگفت. سخت جنگ شروع شد. پیغمبر علیه السلام صحابه که از پیش حمایت میکرد بیرق در دست مصعب ابن عمیر رضی الله عنه بود و حمزه رضی الله عنه در ابتدای جنگ اینطور یک شهامت و شاهکاری را کرد که هیچ پرسان نکن. و همچنان ابو دجانه رحمه الله که شمشیر پیغمبر علیه السلام گرفته بود یک رقم شاهکاری کرد که پرسان نکن. امی بود که کفار یک دم در حالت فرار شدند. گریز شروع شد. مسلمان ها از پشت سر و کفار پیش روی. خالد ابن ولید چون قماندان جنگی بود میفهمید موقع را دید. وقتی که همین جبل الرمات که عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه موظف بود اینجا افرادش قطش مناقشه را شروع کردن، منازعه را. گفتور شکست خوردن بریم که مال غنیمت جمع کنیم. خو یادتان باشه و به خاطر از این نبود که مال غنیمت جمع کنه. چرا؟ در اسلام هر کس که در جنگ شریک باشه ولو در نقطه دور باشه هیچ مرمی را فیر نکرده در غنیمت چی داره؟ حصه داره. نه و امی هیجانی شدن که باید کفار چی بکنیم؟ تعقیب بکنیم و مالا را جمع بکنیم. مقصدشانی نبود که دنیا را دوست داشتن. هر قدر که عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که شما این نقطه را اعلان نکنه، گفت نه منظوری پیامبر تاکیدش به خاطر اینمی گپ بود که شکست نخوریم. حالی خو غلبه است. 12 نفر باقی ماندن دیگه کلگی رفتن. خالد ابن ولید موقع و فرصت غنیمت دانست که تعداد در اونجا کم باقی مانده، از پشت سر حمله کرد. 12 نفر سخت مقابله کرد، لیکن در مقابل یک لشکر قوی 12 نفر هیچ از کلگی شهید شدند و از پشت سر لشکر مسلمانات در بین قرار گرفت. حالت خراب رخ داد که ابلیس لعینم یک آواز بالا کرد که حالا پیغمبر کشته شد نعوذ بالله. این آنقدر تاثیر منفی بالای روحیه مسلمانان داشت که حتی بعضی صحابه چی شدن؟ بیخی وار خطا شدن، رو به فرار شدن. پیغمبر در جای خود استاده آواز میداد که نروی بیای پالوی ما. کسی از ترس و هیبت آواز پیغمبر را نمیشنید تا ای که یک تعداد صحابه کرام فهمیدن که پیغمبر زنده است و یک صحابی آواز داد که پیغمبر زنده است. صحابه پس دور خوردن. باز جنگ همونطور ادامه پیدا کرد، لیکن حالت دیگرگون شد. مسلمان ها خیلی زیاد 70 نفر شهید دادن. مسلمان ها از وام یک بولک کشته شد. خب او مردم ابو سفیان اعلان کرد که سال آینده تاریخ جنگ ما و شما در بدر باشه و حرکت کرد. در راه که رفتن یک دفعه پشیمان شدن که وای تیار قوم شکست خورده ایره اعلان کردیم. 3 سالم پس سالی در پالی خانه و اهل خود میره در مدینه، چرا تعقیب نکردیم تو مدینه را که بیخی بنیادش گم میکردیم. یک دفعه دل کردن که پس دارو بخوره. باز الله متعال در قلبشون رعب انداخت. باز گفت نه آمدن. خو یک نفر چی دادن؟ پول دادن که برو تبلیغات شایع کو که الا در مقابل شما لشکری قوی را آماده کرده. این نقشه جنگی چی بود؟ احد بود. پیامبر علیه السلام بهترین موقف اختیار کرده بود، لیکن با تأسف مخالفت از فرمان کی شد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. محدثین و مفسرین می فرماید
که به یک نافرمانی پیغمبر اینی قدر صدمه به مسلمان ها رسیده، 70 نفر شهید شده. آیا ما که یک سنت نه به هزارها سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک میشه و ما مخالفت صریح پیغمبر میکنیم، الله ما را عذاب نمیده؟ اگر شهید علنی نمیشیم لیکن بگوید دیگر در برادری ها بالای ما خیلی زیاد آمده رویسته. امروز که هر قدر بدبختی ها را مشاهده میکنیم از دست عزیزته که ما احترام به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نداریم. بیایید سنت رسول الله را احترام کنیم. دیروز یک برادری ما برای ما میگه که تو اساسیت داری در مقابل امام ابو حنیفه رحمه الله. نه، او بیچاره چی کرده؟ او هیچ گناهگار نیست. او خو الحمدلله رای حدیث محکم گرفته. اساسیت ما سری اونمو تابعدارایش است که به از نام امام ابو حنیفه استفاده کرده رحمه الله، لیکن حدیث پیامبر نادیده میگیره. در مقابل او مردم است، نه در مقابل شخص امام ابو حنیفه رحمه الله. و از غدوت من اهلک، در آن وقتی که صبح برآمدی، من اهلک از اهل تو، از اهل خود، صبح بیرون برآمدی از اهل خود. پیغمبر بستر نرم و نازک خوش نکرده، به صحابه درس داده. زندگی عملی پیغمبر صحابه را وادار میکرد که بر شب عروسی خدا تبدیل به جنگ بکنه، به جهاد بکنه. اگر صحابه امی عملا کار کردگی پیغمبر را نمیدیدن و آماده به این نبودن که شب عروسی خدا اعلا کنن و بر در میدان جنگ. خود دیده بودن که رسول الله صلی الله علیه وسلم از اهل خود صوبکی برای جهاد میپراید. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، قاید جنگیست. خب تبوئ جابجا میکردی، پیامبر علیه السلام تیار میکردی یا میشاندی المؤمنین مؤمنارا. الله گواهی میده که یا مؤمن بودن واقعی. مقاعد د سنگرا، در جاهای مناسب، للقتال برای مقابله، برای پیکار. تقسیم بندی کرد پیغمبر علیه السلام، میمنه و میسره و همه لشکر منظم کرد. والله سمیع علیم، الله شنونده است فریادا و دعاها را، علیمون میدانه نیت اخلاص و اراده ها را، همه گپا را یا سخنایی که تو بالا شده او را کلش الله شنید. اذ هم طائفتان، در آن وقتی که، یعنی به خاطر بیار در آن وقتی که قصد کردن. اینجا مراد قصد عزم نیست، بلکه یک نوع فکر در قلب پیدا شدن که آدم باز بگرده. بنو حارثه و بنو سلمه همینطور یک فکر درش پیدا شد. ما و شما گفته بودیم 4 مراتب است، نه؟ یکی خاطر است. خاطر بعد از او چی میشه؟ حال میشه، پس از او هم میشه، پس از او چیست؟ عزم است. در مرتبه عزم نرسیده بود، در مرتبه هم بود. امی فکر در خیالشان تا بالا میشد، قریب بود که راجع شوه، برگشت بعد از دیدن چی؟ منافقین که پس گشتن. الله متعال میفرما از هم طائفتان، در آن وقتی که چی کردن؟ قصد کردن. مراد از قصد در مرتبه عزم نبوده، در خاطر آوردن. طائفتان، دو طایفه منکم، از جمع شما، بنو سلمه که و از خزرج بودن و بنو حارثه از قوم اوس بودن، از انصار. منکم، از جمع شما، ان تفشرا که بزدل شوه، نعوذ بالله نامردی بکنه، برفتن به جهاد، قرار در خانه خود بشینه. عبدالله ابن ابی منافق بود، به سرکردگی از او 300 نفر پس گشته بود. وقتی که واره ای طایفه ها دید یام قریب همت خود از دست داده بودن. لیکن والله ولیهما، الله ولیشان است، یعنی ناصر و حافظ هر دو طایفه شد. پس نگاه کرد یاره از کمزوری و از بزدلی، الله توفیق داد که بزدل نشوه. و علی الله، بخاص بالای الله، فلیتوکل المؤمنون، باید اعتماد داشته باشه مؤمنا. به لشکرها سعی نکنه که لشکری که قوی و زیاد است، چقدر وسایل مادی وجود داره، سری الله اعتماد بکنه. چرا؟ اسباب تاثیر شکی انداخته، الله متعال انداخته. ولقد نصرکم الله ببدر، امی قدر گپ الله از احد بیان کرد که اونجا مخالفت کردی دچار این مصیبت شده. آلی نقشه جنگ بدر الله متعال برای ما بیان میکنه. جنگ بدر هم در سال 2 هجری و اولین معرکه که او را به نام یوم الفرقان یاد میکنه، یعنی روزی که فرقه حق و باطل با هم جدا شدن و خوب واضح شدن، ایرا به نام یوم الفرقان میگه. اولین معرکه است بعد از هجرت که پیغمبر علیه السلام در مدینه هجرت کرده، سال 2. پیغمبر بسیار ذهین بود، بسیار هوشیار بود، همه نکته ها را دقیق بررسی میکرد. شما چی میگی که روسا در افغانستان شکست کرد،
با زور شکست خورد، یعنی یک نقطه دیگری داشت. کی گفته میتونه؟ نقطه دیگری داشت. اون نقطه چی بود؟ ضعف اقتصادی. روسیه دوچار به مشکل اقتصادی شد، دیگر نمیتونست نیروهای خود اکمالات کنه در تمام گوشه های افغانستان. اقتصاد ستون فقرات یک مملکت و یک وطن میباشه. همه امور که پس صلاحیت پیدا میکنه، درست میشه، در جای خود قرار میگیره توسط کی؟ اقتصاد قرار میگیره. امروز هم امی لشکر اقتصادش فلج بکنه، بس دیگه خلاص است، اجازت به جنگ نیست. اقتصاد از امو خاطر کسانی که اکمالات این کفار میکنه دیگه خب بدانن که به نزد الله چقدر مجرم شمرده میشه و نمیشه. کافر جنگی را در هیچ موقع باید اکمالات نکنی. از امو خاطر در شریعت اسلامی بالای حربی حتی یک چیزم فروختن جایز نیست. که کافر حربی باشه قطعا فروختن نمیتونی. با کافری که قطعی تو صلح داره، مسالمه داره، بالای از اونو چیزی که سبب آزار مسلمانا و سبب کمزوری مسلمانا میشه، امو چیزم با کافر فروخته نمیتونی، ولو که کافر قطعی تو جنگ هم نداره. این حکم اسلام است. در این مورد اقتصاد بسیار قوی چیز است. قافله، پیغمبر علیه السلام از حالات مکه آگاهی داشت که اهل مکه فقط دو سفر داره، یک سفر طرف یمن و یک سفر طرف شام. تمام اقتصادشان یا زندگیشان استوار بین دو سفر است. بیا دیگه بزرگترین مرکز اقتصادش مورد حمله قرار بده که مکه، اهل مکه دیگه به پا استاد شدن نتانه. و این خیلی آسان هم است. از امو خاطر ابو سفیان یک قافله را تجارتی را میآید. پیغمبر علیه السلام خبر شده، با همراه صحابه مشوره کرده. الله در خواب برش نشان داده به پیغمبر علیه السلام که یکی از دو چیز برش حتمی است، یا لشکر و یا چی؟ قافله. از امو خاطر امو طور یک اعلان کرد بدون از اینکه تدابیر جنگی داشته باشه یا لازمی کرده باشه رفتن هر کسه، بلکه امو طور گفت کی تیار است که بریم یک کمین بگیریم. 313 نفر صحابه تیار شدن، وسایل جنگی را هم نگرفتن زیاد، بلکه خیلی کم. چرا؟ به خاطری که مقابله از یا امرای یک قافله تجارتی بود. پیامبر علیه السلام اراده داشت قافله تجارتی اهل مکه که کل اهل مکه در اونجا حصه داره و مالشان است، امیر ما کمین میزنیم، اینجا اقتصاد ما قوی میشه، بوج بالای انصار کم میشه و ضربه بزرگ به اهل مکه میرسه. از همون خاطر در صدد ازی شد که اینمی قافله را کمین بزنه. خبر به قافله رسیده که پیغمبر رای شما را گرفته. ابو سفیان قبل یک نفر چقدر پول برش وعده داد که به زودترین فرصت در مکه روان کرد و برش دستور داد اهل مکه وقتی که خبری خیلی بزرگ و حادثه بزرگ می بود، نفر سری مرکب سوار می شد سرچپه و پیراهن خدا می کشید، از دور چیخ می زد. مردم می فهمیدن که امر خیلی خطرناک است، یک دم آمادگی می گرفتن. امین نفر که در مکه رسید، امی قسم صدا زد، کل مردم جمع شد و امی گفت که قافله تان مکمل در خطری چیست؟ گرفتاری است. الا برای نجات قافله تان شما آمادگی بگیره. آنقدر این لشکر ابو جهل زودتر تیار شد که هیچ پرسان نکو و بعد از او بدبخت رفت و در کعبه قطعی چند نفر خود آویزان کرد و هم عقیده به الله داشتن، خب به ربوبیت الله عقیده داشتن. بطاره که پرستش میکرد میگه یا سفارشی های ماسته، واسطه و وسیله ماسته. از همون خاطر قربانی میکرد، نظر میکرد، مراسم حج ادا میکرد، به کعبه قائل بودن به احترامش. در وقت رفتن پوشای کعبه را محکم گرفته بود و دعا میکرد که یا الله هر فرقه که حق است تو را نصرت بده. خب دعا میکرد، فرقه حق میگفت نصرت بده، نصرت هم داد. از او خاطر ابو جهل روان شد قتل لشکر. شرط موندن که کسی خود نمیره، نفر بعد گیرا کنه. چرا؟ در قافله مال کل قریش موجود است. از همون خاطر در جمله آمدنی ها عباس رضی الله عنه هم بگوی هسته، بیادرزادایشان قطش هسته. کلگی یک نفر که مالش در قافله بود باقی نمان. این طرف ابو سفیان از چالاکی کار گرفت، مسیر سابقی خدا چی کرد؟ ترک کرد، از لب بحر او را تعقیب کرد و صحیح سالم از پیغمبر علیه السلام از کمینش خطا خورد. زمانی که ابو جهل
نزدیک شد به لشکر مسلمانا. در اونجا اول برش آمد که ابو جهل، ابو سفیان برش اول راوی کرد که ما صحیح سالم رسیدیم، بیا پس بگرد. ابو جهل گفت که ما این جشن پیروزی خود جشن نگیریم. در بدر اصل نام یک شخص است و او جای ملکت از امو بود. در اونجا چشمه بود. بعد از او به نام مشخص امو چشمه مشهور شد که چشمه بدر. از او خاطر آب داشت. ابو جهل گفت که در اونجا سری چشمه میله نکنیم، جشن نگیریم، این کامیابی خدا ما پس رفتنی نیستیم. الله که مرگی کسی را نوشته کرده باشه نمیشه، باز گشته بگوی نمیشه آمدن. پیغمبر علیه السلام امرای صحابه اول مشوره کرد، اول با انصار رخی خود دور داد که شما چی میگید این مورد. کلان انصار سعد بن معاذ و سعد بن عباده رضی الله عنهما خیستن گفت رخی سخن طرفی ماست. پیغمبر کدام معاهده که امرای انصار کرده بود، کمک و نصرت پیغمبر در داخل مدینه بود نه در بیرون مدینه. و بدر خو بیرون مدینه بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طور فکر کرد که شاید ما اگر با این لشکر بزرگ مواجه شیم، امی انصار مدینه ما را نصرت نکنه، چرا که پیمانش قطعا در بیرون نیست. از او خاطر ازوا سوال کرد. وقتی که ازوا سوال کرد گفت یا رسول الله ما را میگی؟ گفت ما مثل بنی اسرائیل واری نیستیم که به موسی علیه السلام میگفت اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون. قسم خورد گفت اگر ما را به برکل عماد بگویی که بروی، ما در اونجا قطعی تو رفته نیستیم، و اگر ما را بگویی که در بحر داخل شوی، در بحر داخل شده نیستیم. الله اکبر. این کلمات روح تازه را در وجود پیامبر صلی الله علیه وسلم دوید و فهمید که تصامیم صحابه چقدر مصمم است و چقدر محکم است. ببینیم نظام الله متعال طوری است. در جای لشکر ابو جهل قرار گرفتن که خب زمین سخت است و آب داره، و این طرف چیستا پیغمبر علیه السلام در یک جایی بود که اونجا نه آب بود و یک ریگزار بود که پایای اسبا و خود انسان گور میرفت. از زمین خاطر صحابی به پیغمبر مشوره داد که به ذریعه وحی را انتخاب کردی یعنی که نظر است. گفت نظر است. گفت از اینجا بالاتر بریم یا رسول الله که کمی به آب نزدیک باشیم. خب لیکن اسباب ظاهری وجود نداره. او طرف 3000 نیرو از واسطه و لشکر پیغمبر علیه السلام 313 نفر صحابه است. پیغمبر گفت شمار کنی لشکر که شمار کرد گفت 313. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فال نیک گرفت. گفت اصحاب چیستا طالوت هم چند بود؟ 313. انشالله کامیاب میشیم. بعد از او نقشه جنگ جور کرد. اسباب مادی و ظاهری به هیچ وجه برابری با او طرف نمیکرد، هم از نگاه عدد و هم از نگاه اسباب. چرا؟ و به جوش جنگ و خلاص کردن قافله خود آمده بود یا به خاطر کمین گرفتن یک قافله تجارتی آمده بود. و در میدان جنگی هم و در موقف قرار گرفتن که بالکل امکان نمی رفت که مسلمان ها سر از کامیاب شد. چرا؟ و در موقع بلند بود یا پایین بودن. لیکن الله که بخواه نصرت کنه باز وضعیت دیگرگون می سازه. صحابه آب نداشتن، حتی برای وضو آب نداشتن. بسیار از امو خاطر وسوسه های شیطانی بسیار تا و بالا در قلبای مردم میکرد که اگر عجیب طایفی حق هستیم از هر نگاه ما در کجا قرار داریم. الله متعال اینجا ظاهر میکنه که بله نصرت در پیش الله است. باران نازل کرد، در طرف پیامبر علیه السلام آب هم اضافه شد، زمین هم سخت شد، او طرف گلای شد. کمی پای میماندن چی میکردن؟ میلخشیدن. امو بود که الله متعال معرکه قوی را در بین از یا قرار دادن که 70 نفری کفار چی شد؟ مردار، و 70 دیگه هم چی شد؟ اسیر. امو کسایی که قسما میخورد که ما جشن میگیریم امینجا چی شدن؟ بگوی کلشان مردار شدن. قلیبی بدر که میگه در یک چقوری کلشان چی کرد؟ انداخت. و بعد از او سری و چاپ پیغمبر استاد شد که چیزی را که الله وعده کرده بود حق یافته یا نیافته. که از او خاطر از پیش پرسان کرد که یا رسول الله آیا میشنوه یا نمیشنوه. بلکه پیغمبر گفت که بله از شما کده یا آلی خوب میدانه. این به طریق معجزه بود. قرآن کریم امین نقشه بدر امون نکات مهمش برای ما بیان میکنه. وجه کامیابی بگوی موافقت به دستوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم ولقد نصرکم الله، یقینا امداد کرده بود امرای شما الله به بدر در مقام بدر. در هفته رمضان المبارک این معرکه واقع شده بود روز جمعه. و انتم ذلتون، شما خیلی کمزور و بی سر و سامان بوده.
فاتقوا الله، بترسی از الله متعال، احکام الله را مکمل تابعداری کنه. لعلکم تشکرون، به خاطری که شما شکرگزار شوه، قدر نعمت الله متعال بدانه. این از الله تقوا را اختیار کنه که شکر الله را ادا کنه. شکر الله بدون تقوا ادا نمیشه. این نعمت بزرگ الله بود، بی سر و سامان شما کامیاب میشه. این نعمت بزرگ است، شکرگزاری طلب داره. اذ تقول للمؤمنین، یاد کو در آن وقتی که تو میگفتی برای مؤمنا، الی یکفیکم، آیا کفایت نمیکنه برای شما، برای محکمی دل شما، ان یمدکم، که امداد کنه، کمک کنه، ربکم، پروردگار شما، بثلاثه آلاف من الملائکه، بس 3000 از ملائک، منزلین، که پایین آورده شده باشند، روان کرده شده باشند در زمین. بلا بله، این تصویر اگر صبر اختیار کرده و تتقو و از تقوا کار گرفته، و یاتوکم من فورهم هذا، و بیا برتان من فورهم یک دفعه هذا، که اینمی وقت است، یمددکم، یعنی برای شما مشکل پیش شود، یمددکم، امداد شما را میکنه، نصرت شما را میکنه، ربکم، پروردگارتان، بخمسة آلاف من الملائکه، با 5000 از ملائک، مسومین، نشاندار، که بالکل نشانای جنگی داشته باشه. در اول 1000 ملائک بود، اصلا الله وعده الله 1000 بود، بعد از او 3000 در 3000 رسید، اما 5000 نازل نشده. چرا؟ او شرط مانده بود که اگر برای شما مشکل فوری ناگهانی پیش شود، الله 5000 ملک روان میکنه، اما او مشکل پیش نشد، بلکه صحابه از صبر و تقوا کار گرفت. اما 3000 ملائک آمد. آن ملائک چه قسم آمده؟ قرآن کریم این گپا را برای ما بیان میکنه. مسومین نشاندار میگه ملائک سیمایشان لنگی زده بودن، دو دانه چیسته شمله را در پشت سر الا کرده بودن، سر اسب سوار بودن. یک صحابی میگه به الله قسم، من دو شخصی را دیدم که یک رقم دفاع از پیغمبر علیه السلام میکرد که پرسان نکو، و نمیشناختم او جبرئیل و میکائیل علیهم السلام بودن که از پیغمبر دفاع میکرد. تنها دفاع کردن از جبرئیل و میکائیل است، اما از دیگه ملائک جنگ عملیشان ثابت نیسته، بلکه محض برای تقویت قلبی کی آمده بودن؟ بگه مؤمنا. از امو خاطر اصل جنگ صحابه کرده که قرآن بر ما میگه و ما جعله الله، نگردانیده بود روان کردن همین ملائکه الله متعال، الا بشرا، مگر بشارت و خوشخبری، لکم، برای شما، که شما دلتان خوش شوه، ولتطمئن قلوبکم، که آرام بگیره دلایتان، بهی، توسط روان کردن ملائک تقویت پیدا بکنه. معلوم شد که در جنگ، در وقت عین جنگ که کدام لشکر تازه نفس میرسه، بسیار آدم چی میده؟ مورال میده. اما در بین جنگ اگر یک نفر فرار میکنه، مورال انسان چی میشه؟ سخت ضعیف میشه. از همون خاطر یکی از جمله نکته های پیروزی همیسته و تاکتیک های جنگی است که لشکر همیشه طوری باشه که در پشت سر در حین جنگ باید برسه، و در تمام جنگا از این تاکتیک کار گرفته شده. چرا؟ دشمن وارخطا میشه که الا نیروی تازه نفس برش رسیده، دیگه وارخطا میشه، مورالشان ضعیف میشه. ملائک آمدن فقط مورال صحابه را بالا بردن، وگرنه باز دیگه جنگ نکردن. از او خاطر الله متعال چی میگه؟ و من نصر الا من عند الله، نیست کامیابی مگر از جانب الله، ضرورت بر فرستادن ملائکه هم نیست. لیکن چون انسان ها همیشه اسباب ظاهری را لحاظ میکنه، در اسباب ظاهری روان کردن ملائک سبب اطمینان قلب مسلمان ها میشود. از همون خاطر است که ما اسباب ظاهری که الله برای حل مشکل پیدا کرده بعد از او استفاده شود. ترک کردن اسباب ظاهری منافات با توکل نداره. آدم متوکل هم است، سبب ظاهری را هم استفاده کن، اما اتکا به اسباب نکن. اعتماد سری اسباب نداشته باش، اعتماد سری کی داشته باش؟ الله متعال. قرآن امیر میگه الا من عند الله، نیست نصرت و کامیابی مگر از جانب الله. کدام الله؟ و تر الله که العزیز، غالب، زبردست است، هیچ کس مقابلی از او را نمیتونه. هر اراده را که نافذ کنه نافذ شده نیست، کسی اراده الله را جلوگیری کرده نمیتونه. الحکیم، حکمت والاست که چرا یک دفعه مسلمان کامیاب نمیکنه، گاهی شکست گاهی کامیابی، در این حکمت ها می باشه. گاهی وقت دل آدم تنگ میشه، میگیم چرا کلی مردم مسلمان نیست؟ و جناب محترم، اگر کلی مردم جور باشه، امو امتیازی که تو حاصل میکنی در دعوتت باز بری تو حاصل میشد؟ نمیشد. همی کشمکش وجود داره که تو
ده او چی شده ای؟ بگوی نمو کده ای، قدر پیدا کده ای، شرافت پیدا کده ای، عزت پیدا کده ای. اگر کشمکش نباشه تو را کی میشناسه؟ میشناسه تا؟ نمیشناسه. از او خاطر الله متعال در تمام امور حکمت داره. هیچ وقت نگوی قضای الله را تسلیم شو، فیصله الله را تسلیم شو. چونو چرا نگو که چرای تور شد، چرای تور شد. لیقطع طرفا من الذین، الله میگه نصرت از جانب الله است و ملائکه روان کرده صرف به خاطر اطمینان قلبا یکی، ولیقطع طرفا من الذین، که هلاک کنه، قطع کنه، ببره یک طرف، یک حصر من الذین، از او کسا کفرو که کافر هستند. چرا؟ به خاطری که ملائک دیده شد، مسلمان ها همتشان برجسته شد، حالی دیگه با شجاعت و دلاوری حمله سر کافر میکنه و کافر از بین میبره. فینقلب، او یکبتهم، یا یار از ذلیل کنه، سرنگون کنه. فینقلب، باز بگردن طرف خانه های خود خایبینه، نامراد، در مقصد و منزل خود نرسیده، اما قسم محروم و پس بگردن. لیس لک من الامر شیء. دمی موقع پیغمبر علیه السلام وقتی که دندان مبارک شهید شد، چهره مبارک زخمی شد، حمزه رضی الله عنه را دید که شهید شده و بعد از او مرده شدید، هیک که مسلح شده، سخت تاثیرات کرد بالای پیغمبر علیه السلام، دست به دعا را بالا کرد. الله متعال پیغمبر را سرزنش میکنه. چطور میگه؟ لیس لک من الامر شیء، نیست در اختیار برای تو، در اختیار تو، من الامر، از امر، یعنی اسلام آوردن نه آوردن، تباه شدن نه تباه شدن، کامیابی نه کامیابی، هیچ چیزی در اختیار تو نیست. نه در اختیار تو چیزی نیست. در این طور موقع بعضی مردم پیغمبر به الوهیت نرسانه، مرتبه الله را برش ثابت نکنه. الله متعال صراحتا گفت که پیغمبر نصرت که حاصل شد از جانب کیست؟ الله متعال.